خدا اینا حالم بخورم نوبت نمیرسه که اینا بیارون لط کنم. هرچی نگاه دارم بادا زیادتر میشه. سلام علیکم مندر عباسی. اشتری بابا شاگرد جان جور خیریته. سلامت الحمدلله زنده باشین سلامت باشین. زنده باشین. خیریت بود ماما شاگرد گیلک بیا مالا گفتن پیار ما گفته بیا برو که پیار ما تو کار دارن کار داشتیم بفرمایید. گیلک ما؟ عمالی بیا ما مثل زمین ارزان خوب بدون شو میکردون گفتن برو پیار ما تو کار دارن گفتم خوبه میرم. گفتم مال فلان دستم بند با میرم گفتن نه بیا برو که اعمال کار دارم. آره دیگه بیا ما دیشه کنیم بشی که ما مونده ایم تو من میشینم. خوب ماما شاگرد سعی کنی گیلک بیا ما برو به سر خرمن پیش پیار ما با تو کار دارم. من میرم که نورالله رمضان یکی دیگه رم جخ کنم بیام سر خرمن پیش پیار ما کار دارم. خواهی من بیام آدون شما یعنی گیلک پیش خواهده. من کاری ندارم بابا جان. من چی خبر دارم به تای گیلک بگو برو. همین چیه می گیلک هم عدلی بیکار مونده غیری که شنبال غذا بتنازه و تعدیل. من خبر ندارم آگاه نیم. سکو گندمان انسان ریزه. ماما شاگرد نداره که به درد بخوره. نه سکو اینا همه خوش شده. پیچ عصه کنی پیچ والله دیگه کروش میشه. دیگه خود چری بابا شاگرد خرمن خود استیلت نکرده تو اولا که بادا تون بود. بادا تون بود حالا کم که بخورا نوبت نمیرسه. ما میریم برد امروز میکنه صبح میکنه امروز میکنه صبح میکنه. چند تا خرمن امسال دارین شما؟ خرمن دیگه نمی یکی و نمی شفتالای دیگه خرمن نداریم. همین به نظر شما حدودا چند یمی گندم خوکن؟ همین دیگه 3 جریبه. خوب اگه دیگه سالا اگه به چیز دیگه سالا حساب کنید جریب 4 خروار جواب میداد 12 خروار میشد. ولی این سال هنسه که گندما ریزه همه حواس ده. این سال اما دو پیشی چیزی نکرده؟ دو پیشی هم بکردن زردی زد. چه کنم؟ میای حالا 2 دقیقه صبر کن میای دیگه. اگه طور بدیده باشه که میای دیگه. خوب اون شاگرد 5 دقیقه میشینم بکن بیای. میای دیگه. و خدا مر همی چوست همی گندما بردد کجی جان. هیچ دل ما بشکسته باور کن دل ما نما یک همی خرمن علت کن. بیلا ده چرخ مال اینا علف داره 10 چرخ. تو 3 چرخ ببری 10 چرخ. رمضان گیلک بیا برو بیا. روش کنو حالا جویا لقد نکنی گپ. رمضان اشتری خلفه هست علف هست هر چیزی داره. سلمه سوزی سلمه هر چیزی داره گیلک. اشتنی جنجره به نام من نفهمم تخم جوری که اشر نمیستونی. تخم علف تخم سوزی هر چیزی که تو بگی بلای ما قد دار. خیلی سرسبز به خیلی چکار سرسبز کنه زحمت میکشیم آخه. اندازه ما شده. اینا هنو بالاتر میده جوریه دیگه. اشتنی دیگه جنجیری راستی سوزی می بیا به خوبه کی نه به خدا گیلک سوزی ها خواه سلمه سوزی خلفه سلمه خلفه نانه خوش نداره میگه زبون من میبره میشه. بودی از این طرفا گیلک دستنبو نداره داخل از اینا. نه دیگه دستنبو که گیلک پالز بکری داره تو دیونی تو نه تو سکو گپای میزنه که به گوتی عطار میره به سر خرمن ما کجیر شیشته بفهمیدی؟ انا میتونم برو با پیار ما تو کار دارم. به سر خرمن شما کجیر شیشته سر خرمن گندم به سر خرمن ما کجیر شیشته پیار ما تو کار دارم. ده به کجا درختا به کجا؟ نه خب پیار ما به سر یعنی میگم به سر خرمن چی کار دارم تو بگو. نمیفهم والله گفتم بچم شیار بوده سر شیار بوده بچم البته خرمن خوب علت کنه. معطل باد این که باد من کار دارم گیلک من بابا پیار من کار دارم با تو. لا من نمیتونم خرمن لد کردم من نفس تنگم. نه تو خرمن لد نمیکنم ما معطل باد این که بادا 120 روز بسته که بادا 120 روز مال دیوم پسان ما دیگه بمونده. خب بالاخره دیگه باری چی ماه پیار تو نمیفهم دیشب میته گفتم چون سر شیار بوده بابا سر خرمن مگرم بیایم. کی به سر خرمن بیایش چون محمد چون طور گفت مال پیار تو محمود مشخص بگو که برو رمضان بگو بیا سر خرمن ما. دیشب گفتم اما ما برفتیم کجیر ری کردم. بله با ما کار دارم. دیگه بابا ما کجا زمان بقال
خدا گیلک یک هفته می علفا کار داره که من از جوری ها بکنم. من خود 100 کار دارم. شاید کمک چیزی به تو بدم. کمک بیا شمار نمیشه کمک بدن. من میرم منطقه من کار نمیکنم. من میرم به خاطر که پیات آدم مسافیده جواب گپی به زمین نفته. لیلا جان مانده نباشی بلا. جور بخیر گیلک جان. بشینی لیلاشتنی جان گره دیاره خیریته. جان گره. بخیری. کجایی بچیم؟ یعنی خیر بینی که بیام مونده شدم گیلک تام علف داره. چه کار میکنی بچیم؟ آن بچیم میگه گلک علف داره میکنم ما که بغیر از این داری و علف داره کرد. دست خونه برارم به توقع چند به دست منه. اشته خار داره عکس به شما. کنم برارم دیگه. ایت خیلی ساز بامنیه. خوش شده نمیبینی زمین چی رقم معمولا گفتم رو بخیر. اینا رو بدره و مکامی. که میشه و امروز باشه اینا اودم دیگه. دیگه چیکار کنیم مال کمیتنه. کجا بوده گیلک از این طرفا؟ یا باید جا بابام با تو کار دارم. همین بابام هم همیشه غیر از دپ و مف بگم همین بابام و ننمه دیشب همیشه اختلاط شد. فهمیدی؟ بابام گفتم انا بیای لیلا سرخر من تجیر و رمضان هم هسته همسایه دگرم برم جک کنم سرخر من گندم ما همین جگاه بریم سیکو گیلک جو اگه به حساب کار بگی که مقدار ما کار ندارم باور بکن کمال دو تا کارگر دیگه به پیش ما باشه می کارا خود مخلصی نداره که باز ما از این جیب خزم برم سرخر من شما خودی پیار تو کمک کنم که نمیتونم برافو بگردم کمکی نیه بعد چی گفت دیگه همین تا ننه و بابام دیشب اختلاط کردم سر شیار بچه چه کار شده به سرخر من بیایم اونا کار شده؟ به سر شیار من چه کار شده به سرخر من بیایم تو برارم اول همی گپ یاد بگیر باز بیا اینجا مردم از کار بنده من کار دارم تو اگه بیکاری من کار دارم اگه خیلی بیکاری که توقعش دیگه اون نمیشه گذشته خودم علف بدره اگه خیلی بیکاری تو برسه که اونا شاید ارباب صاحب کمک بدم تو رو نمشته میکنم این تا گپی بدم مال برارم کار دارم بخیر حال کار دارم میگم علف دارم دوام گوشنه آخه من علف دارم پرتاب کنم پیش پیار تو من از من گوشنه ترم بیا اون که گوشنه یار سه خودم بیا عقلی بدینی لیلا واخه دیگه برو من علف بدرم با میرم بابا واخه معطلم واخه برم واخه گیلک من اگه ماسته باشه پیار تو وقت مر بگیره که من کار دارم انا من مقدار به تو بگم جلوشو که بره تو گوش کن نه بجو دیگه میگذارم من میگه گفتم من میداره و پرتو میکنم من نمیشه برو بریم ما خیال چی گپ آخه که ما از سر جوری‌ها مروردش بیاد گفت برو که پیار ما سر خرمن با تو کار داره ما کار داریم خود جامعه فهم یک ساعت آدم فارغ نیه ما که چیزی نه اونیو که نورالله خود خوبی آورده چی گپه یا همه جمع کرده یه گپی هست گیلک بی مسخره حال شما پیار بچه ها همین از اینی گپ به جریان نیم که از این جگاه ما رو بردش تو بیا آورده باور کن رمزون ما آگانی و مال دیگه نمیتونم بدم اکسر میگه تیز رو من مونده شدم دیگه اکسر آنه بیا ماما شاگل سلام علیک این لگ ما رو از این خیریات بخیری شکر دنده بشی سلام این لگ ما رو از این جا ویکده که پیار ما به تو کار داره به سر خرمن آخه گیلک پیار تو که کار نداره به من دروغ گفتی ماما شاگل چی ماستیم برات ماره کنی آگانی الله میگو تو چرا این مردم رو از کار بیکار کردی و دیگه که چی گفته شما دیشب نگفتین چی گفتم خود ننه گپ میزدین آخه ما با مادر تو چی میگفتم که تو بیام بدی مردم جمع کردی بیایدی به سر خرمن به تکلمه شما نگفتین ما چیم گفتین که صبر کنیم جنگ سر چی گفتین حالا به یاد ماما سر عزیزم حیات ما برفتیم شما نگفتین به سر شیارا جنگ میکنم به سر خرمن اشتی میکنم کسی اول و آخر گپ تو نمیفهمه یک کلمه گپ به خونه شما تابالا میشه حلقه میکنی به گوش کنی میاری به تاخیر بابا جان ما کوی تو نگفتم تو مریاسی این بابا به علم میدونه ای داودی این دیگه کاری دیگه بیا یک کلمه گپ اختلاطی چی بده
مردم قدیم میگفتن جنگ سر اشتی سر خرمن جنگ سر شیار. جنگ سر خرمن اشتی سر شیار ماما. والا فرقی نمیکنه. یعنی ما اختلاطی بود، یک ضرب مثالی بود، یک اوسنی بود، ما مادر تو اختلاط نکنیم. تو اینا رو که از کار و زندگی نبندختنی. آخه بعد اینا کار داشتن. بابا جان لالا نیلیلانی پیار من مادر من گفتم جنگ سر خرمن اشتی سر شیار.